با نزدیک آمدن سفری نخستین دولتی شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان، پرچم‌های دو کشور در گذرگاه‌های مرزی بالا شدند. بهرام اسمت اللهیف سردار ریاست گمرک ولایت سوغد گفت برای آماده کردن دیدبانگاه‌های سرحدی یک کمیسیه ویژه از اولی امسال کار می‌برد. قرار است ماه مارت امسال شوکت میرزیویف به تاجیکستان بیاید. بعضی از منابع گفتند که در جریان این سفر پرزیدنت ازبکستان امضای بیش از 20 سازشنامه در نظر است. یکی از سازشنامه‌ها به شهروندان این کشورها اجازه خواهد داد که بدون ویزا و به مهلت تا 30 روز به قلمروهای یکدیگر رجوع کنند. طبق اطلاع رسمی مرز میان تاجیکستان و ازبکستان تقریباً 1400 کیلومتر است. از سال 2002 در مرز دو کشور 16 گذرگاه سرحدی موجود است که 12 عدد آن در ولایت سوغد می باشد. تا اول سال روان تنها گذرگاه‌های بین‌المللی دوستی در ناحیه ترسونزاده جنوبی تاجیکستان و فاتح آباد در ناحیه مسچاه شمالی کشور باز بود. گذرگاه‌های دیگر را حدود 10 سال پیش بسته بودند. احمد جان بابایف سردار شعبه تشکیل نظارت گمرکی در ریاست مذکور عضو کمیسیه ویژه مشترک مرزی تاجیکستان و ازبکستان است. او روز 22 فوریه گفت که در اساس پروتکل‌های به امضا رسیده جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است گذرگاه‌های گمرکی رواد در کانی بادام، اورتپه در استرافشان، زامین ظفرآباد و نوبنیاد اشت را از نو برقرار کرده مورد بهره برداری قرار دهند. قبل از این در آغاز ماه جاری گذرگاه‌های مرزی پتر اندرخان بین ناحیه‌های کانی بادام و بشریق و سربند بین ناحیه‌های سپیتمن و بیکاباد پر باز گردیدند. ساکنان ناحیه‌های نزد مرزی حق پیدا کردند که از این گذرگاه‌ها برای 5 شبانه روز و تا دوری 30 کیلومتر به منطقه‌های یکدیگر بدون دریافت ویزا و برقیه و دعوتنامه سفر کنند. روز 18 فوریه امسال دیوار بین گذرگاه‌های مرزی سرازم جرتپه واقع در کنار ناحیه پنجکند که مردم دیوار کریموف مینامند ویران کرده شد. همچنین راه آهنی اموزنگ ختلان در جنوب تاجیکستان که 8 سال باز بسته بود برای حرکت قطارها آماده می شود. نرمتر شدن رابطه های بین تاجیکستان و ازبکستان بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف در سال 2016 شروع شد.